الله. امروز هم مرا الله همین هشدار را میدهد، مسلمانان را غیر مسلمانان را همه و همه را الله هشدار میدهد. زلزله می آورد، طوفان می آورد، سیل می آورد، بیماری و وبا می آورد. سبحان الله. تا اینکه برگردید، الان دیگه شرک نکنید، الان دیگه انکار توحید را نکنید، انکار الله را نکنید. کمونیست ها را الله می فرماید امروز آنها را خبر میدهد و خطاب میکند که انکار الله را نکنید. ببینید قدرت الله را، عظمت الله را، چنان وبای می آورد که شما در مقابل درمان او و مقابله با او عاجز میمانید. منکرین توحید را، مشرکین را میگوید که آستانه های شما، درگاه های شما، بارگاه های شما هیچ کاری نمیتوانند بکنند. برگردی به توحید الله، برگردید به سوی الله، مستقیما الله را صدا کنید. چرا که در تمام درگاه ها و بارگاه ها بسته می شود، ولی در الله بسته نمی شود. دست همه کوتاه از دفع بلا و وبا، قدرت همه از بین می رود و مزمحل و نیست می شود و قدرت الله باقیه و فرمان رواه. سبحان الله. فرمان رواه حاکم مطلق اننی انا الله. موسی کلیم را الله این درس داد، اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیه. اے موسی انی انا الله، منم متصرف در آسمان و زمین. لفظ الله وصف مشهور، إني أنا الله أنا المتصرف في السماوات والأرض.